در تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانف شهر باختر به افتخار روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همایش تنتنوی برگزار گردید. در این تدبیر جشنی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت اشتراک و سخنرانی نموده ابراز داشتند که حکومت مملکت هنوز از سالهای اول تأسیس قواهای مسلح به تجدید و از نوسازی انفراستراکچور و تشکیل جزء و تامهای مخصوص گردانیده شده اعتبار جدی داده در برابر تامینات آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر به آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی شروع نموده بود. سپس در زمان صاحب استقلالی مملکت محض با شرافت کوشش و زحمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان قواهای مسلح تاجیکستان در حال رشد و ترقیات قرار گرفته اقتدار مدافعی آن بلند برداشته شد. ذکر گردید که حکومت مملکت در دایره برنامه‌های مشخص دولتی برای به مکتب واقعی آماده‌سازی محافظات وطن تبدیل دادن جزء و تام‌های نظامی از همه ذخیره‌ها استفاده نموده ایستاده است. زیرا در مرحله امروزه رشد دولتداری ملی فضای آرام و آسوده وطن و تامین امنیت دولت و جامعه از سطح مسئولیت شناسی و صداقت نظامیان از سرباز قطاری تا افسر عالی رتبه وابسته می باشد. حکومت مملکت در دایره برنامه‌های مشخص دولتی برای به مکتب واقعی آماده‌سازی محافظان وطن تبدیل دادن جزء و تام‌های نظامی از همه ذخیره‌ها استفاده نموده ایستاده است. زیرا در مرحله امروزه رشد دولتداری ملی فضای آرام و آسوده وطن و تامین امنیت دولت و جامعه از سطح مسئولیت شناسی و صداقت نظامیان از سرباز قطاری تا افسر عالی رتبه وابسته می باشد. تاکید گردید که از این خاطر هر افسر و سرباز و هر جوانی که به صف قواهای مسلح داخل شده سوگند حربی یاد میکنند همیشه در خاطر داشته باشند که خدمت حربی از آنها پیش از همه اراده متین، دانش و معرفت معاصر و احساس صداقت و صمیمیت به خلق و وطن را طلب می نماید. چون که حفظ حمایه امنیت دولت، ثبات و آرامی جامعه و حیات آسوده ساکنان مملکت بر ذمه خدمتچیان حربی یعنی هیئت شخصی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق گذاشته شده است و آنها وظیفه دارند که این نعمت به‌بها صلح و ثبات و آرامی و آسایش جامعه را چون گوهرک چشم احتیاط کنند. با همین مقصد در ولایت ختلان تدبیرهای مشخص اندیشیده شده برای بلند برداشتن روحیه و تندرستی شهروندان بخصوص جوانان چاره‌بین‌های گوناگون حربی و تندرستی از قبیل آزمون‌های گوناگون ذهنی و تکنیکی، ملاقات‌ها با سابقه‌داران جنگ و مسابقه‌های ورزشی برگزار کرده می‌شوند. زیرا خدمت در صف قواهای مسلح نه تنها اجرای وظیفه شهروندی بلکه مکتب جسارت و مردانگی میباشد. هر یک سرباز در دوام خدمت صبر و تحمل، انتظام و احترام همدیگر را می‌آموزند. این تجربه نه تنها برای حیات نظامی بلکه برای زندگی شهروندان نیز مهم میباشد. گفته شد که ارتش ملی تاجیکستان امروز به یک نهاد توانای دفاعی تبدیل یافته برای حفظ مرز و بوم کشور، ثبات و امنیت ملی و تربیت نسل نورست نقش مهم می‌بازد. با تکمیل زمینه مادی، گذراندن مشق‌های حربی، جلب جوانان و تشکیل چاره‌بینی‌های وطن‌دوستی، ارتش ملی من بعد نیز همچون یک نیروی استوار و با اعتماد رشد خواهد کرد. در ادامه چاره‌بینی یک قطار افسران و سربازان قسم‌های نظامی، کمیسریات‌های حربی و سرپرستان و مسئولان ساحه برای فعالیت نتیجه بخش و سهم نمایانشان در سفربرنامه‌های جوانان به صف جزء و تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان سرفراز گردانیده شدند. در قسمت دیگر چاره‌بینی صنعتکاران و هنرمندان ولایت و شهر باختر بهر بریده خاطر جمع آمدگان برنامه مکمل فرهنگی را پیشنهاد حاضرین نمودند.